وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد، تو رو مبعوث نکردیم مگر رحمتی باشی برای جهانیان. اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وسلم در همسایه و نوع رفتار با همسایه کاملا بی‌نظیر بود و همه اینها هدف از بیان این اخلاق و وصف رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق همون آیه قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. رسول خدا یک الگوی کامله برای هر انسان مؤمن و مسلمانه. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم یک انسان به تمام معنا مؤمن کامل که فرامین رسول الله را اطاعت میکرد مؤمن و به یقین اگر کسی به رسول الله اقتدا کنه و رسول الله را الگوی خود قرار بده گمراه نخواهد شد و مسیر اشتباه را طی نخواهد کرد، زیرا مسیر رو طی کرده که پیامبر الله طی کرده و اون هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نوع رفتار حتی با همسایگان غیر مسلمان هم بی‌نظیر بود. به این صورت نبود که این رفتار ویژه همسایگان مسلمان فقط باشه، با همسایه یهودی، با همسایه مسیحی. این دین اسلامه. دین اسلام دین اندیشه و فکر حقوق فردی رو میدونه و اجازه نمیده به شخصی تعدی بشه به علت این که اعتقاد نادرستی داره. اعتقاد متعلق به خودشه، اما احترام موضوع دیگری است. مجاهد این روایت، این حدیث را از عبدالله ابن عمرو ابن عاص ذکر میکنه. میگه که گوسفندی ذبح شد برای عبدالله ابن عمرو ابن العاص. عبدالله ابن عمرو العاص میگه گفت که آیا این قربانی که ذبح شد آیا به همسایه یهودی ما هم بردید، به او چیزی دادید؟ میگه گفت عبدالله بن عمرو بن العاص گفت که شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرمود ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورث. چون من زیاد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم میشنیدم که توصیه میکرد به همسایه تا جایی که احساس کردم که همسایه ارث میبره، که این روایت ترمذی نقل کرده و البانی رحمت الله علیه این روایت رو صحیح دونسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که نافع ابن عبدالحارث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه فرمودن من سعادت المرء ثلاثه یا ثلاثه من سعادت المرء. خوشبختی مرد و انسان، خوشبختی یک انسان به سه چیز برمیگرده. میدانید چیست؟ یک، همسایه خوب. دو، خانه منزلی واسع. و سه، وسیله سواری خوب. در روایت دیگر که سعد ابن وقاص اون را ذکر کرده میگه اربعون من السعاده، 4 چیز از نشانه سعادت و خوشبختیه. 1، همسایه خوب. 2، وسیله سواری خوب. 3، خانه و منزل واسع. 4، زن صالح. همدم مؤمن، چه زن و چه مرد در واقع برای همدیگر مایه سعادتن. زنی که شوهر صالح داشته باشه مایه سعادت و مردی که زن صالح داشته باشه مایه سعادت.
و فرمود اربع علامت شقاوه، 4 چیز علامت بدبختیه. 1 همسایه بد، 2 وسیله سواری بد، 3 خانه کوچک و 4 زن بد، زن ناصالح و همچنین مرد ناصالح، مرد بد فاسق که اون خانه عذاب میشه و چه بسا عذاب روحی و روانی به مراتب دردآورتر و شکنجهش آزار دهنده تر از عذاب جسمی است. تأکید رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای اینکه ما یک انسان‌های مؤمن کامل باشیم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.